5 پدیده طبیعی که میتونن تو کمتر از 1 ثانیه کل شهرتو نابود کنن. اگه حتی از یکیشون زنده بمونی، یا یه قهرمانی یا واقعاً خوششانس. بگو کدومش باعث شد بری به ایلان ماسک پیام بدی برای بلیت مریخ بارون؟ آتیش واقعی از آسمون میباره. انگار ابرها از دست زمین عصبانی شدن. هیچ چتری نمیتونه نجاتت بده. 2. خاموشی خورشید. وقتی خورشید قهر کنه، زمینو مثل بستنی وانیلی ذوب میکنه. 3. زلزله مرگبار. میخوای فرار کنی؟ ولی زمین زیر پات میگه نه رفیق، امروز میلرزیم. 4. امواج غول‌پیکر. تسونامی پیش شوخیه. این موجا شهرها رو مثل چیپس قورت میدن. 5. سیل فومی. یه کف سفید و خفه کننده که کل خیابونو میبلعه. نه میسوزونه، نه خیس میکنه. فقط نابودت میکنه.